سلام به همه دوستان و خوش اومدین به یک سه‌شنبه آبی. از سه‌شنبه‌های آبی ایونت داخلی آبی سفید که ما هر از چنگاهی سعی میکنیم یکی از همراهان خودمون، یکی از اعضای این جامعه یا کامیونیتی رو گیرش بیاریم و بکشیمش به حرف و ازش بشنویم داستانش رو و تجربیاتش رو تا بتونیم بیشتر یاد بگیریم. و امروز در خدمت آقای مهندس محمد محمودی هستیم، تحصیل کرده هنرستان. این خودش خیلی مهمه چون خیلی قائلن که کسی که هنرستان نرفته باشه هنری نداره و در دانشگاه بر قدرت خوندن ایشون، اما روزگاریشون رو کشونده به در واقع حوزه توسعه نرم افزار. من علی زمانی هستم، خودم مکانیک خوندم و تقریبا هم داستانم در این جهت که من هم باز به جهت علاقه‌ای که به اتوماسیون و پایش سیستما داشتم کم کم به سمت داده و تحلیل داده و اینداستری 4 کشیده شدم. آقای مهندس محمودی در خدمتتون هستیم، لطفاً یک معرفی اجمالی یا مبسوط از خودتون بفرمایید. به نام خدا، محمد محمودی هستم، متولد 1367 و فارغ التحصیل از دانشگاه نجف آباد در رشته مهندسی برق قدرت. یه سری خاطرات براتون آماده کردم که انشالله هر کدومش قابل پخش باشه من براتون تعریف کنم و انشالله از وقتی که میذارید پشیمون نشید و چیزی قابل ارائه داشته باشم. من خودم خیلی اصرار کردم که چیز قابل ارائه ندارم و دوستان خیلی فشار آوردن و دیگه مجبور شدم قبول کنم و انشالله که وقتتون تلف نشه. ما همه دوستانی که تقریبا تو این برنامه شرکت کردن همشون رو به زور کشوندیمشون به این برنامه، هرچند که من دفعه اولمه که مجریگری این برنامه رو به عهده دارم، ولی خب از حس و حالی که برنامه گذشته داشته به راحتی میتونم بگم که کار راحتی نیست و امیدوارم به شما هم خوش بگذره. خب از هنرستان برای ما بگین، یه مقداری تایملاین تخصصتون رو، اگر از قبل از هنرستان شروع میشه علاقتون به برق یا آچار به دستی، کلا حوزه مهندسی، اگر از اونجا شروع میشه از اونجا، اگر نه که از خود هنرستان به ما بگین چی شد که رفتین هنرستان و بعد برق صنعتی. میخوام از سوم ابتدایی شروع کنم. من یک معلمی داشتم به نام آقای قاسمی. یه روز سر کلاس من یه مسئله ریاضی حل کردم، حالا خیلی پیچیده هم نبود، در حد کلاس سوم بودم، اما یک جمله‌ای به من گفتن که خیلی باعث انگیزم شد و اونجا به من لقب مخ ریاضی رو دادن که از اونجا ترسم از ریاضی ریخت و خیلی علاقه‌مند شدم. بعدها فهمیدم که خیلی هم ریاضی بلد نبودم، تو اون جمع ریاضیم خوب بوده و تا سوم راهنمایی خیلی دوست داشتم که رشته ریاضی رو انتخاب کنم و از اونجایی که خیلی کنجکاو بودم، خیلی دست به آچار دست به انبردست بودم، خیلی سیم تو برق می‌زدم، برق منو میگرفت. تجربه اینجوری زیاد داشتم تا و خدا رو شکر زنده موندی تا حالا. آره. حالا از حوادث سالم نبود، بنا شده صحبت نکن، سالم دیگه. نه حوادث مال بعدش. خب به انتخاب رشته که رسیدم، من دایی مهندسی برق خونده بود و خیلی چون خودش از رشته ریاضی رفته بود برق خونده بود و اونجا دید که خیلی هم ریاضی قوی نیستن، برخلاف این که میگفتن هنرستانی ها ضعیفن و ریاضی قویان. این دوئل شکل گرفت و بنابر توصیه ایشون من رفتم هنرستان. از هنرستان رشته برق رو انتخاب کردم. 2 سال هنرستان و تجربه خیلی خوبی داشتم، از سیمپیچی موتور، برق صنعتی، برق ساختمان، سوهانکاری، انواع و اقسام تجربه رو داشتم و دیدم هم این بود که تو کوتاه مدت بتونم با هر چیزی که یاد میگیرم یه شغل مستقلی راه اندازی کنم. مثلا من دید اولیه‌ام این بود که حتی با دوستامونم یه قراری گذاشته بودیم که اگر کنکور قبول نشدیم یه اتوبوس بشیم کلا بریم اثریه به عنوان دیپلم برق شروع به کار بکنیم. خیلی دید بلند مدت هم نداشتیم و به خاطر همین تو هر حوزه‌ای من میرفتم
خیلی دنبال تئوری نبودم، خیلی دنبال کار یاد گرفتن بودم و کل تمرکزم رو اون کار میذاشتم. مثلا ما یه ترم که سیم پیچی داشتیم، خودم یه سیم پیچ کامل میدیدم در آینده و با تمام تمرکز چسبیدم به اون طراحی سیم پیچی موتورهای الکتریکی. و مثلا ترم بعدش که وارد برق صنعتی شدیم، با این دید وارد برق صنعتی شدم که من قرار شغل آیندم برق صنعتی و کار تو صنعت باشه. به خاطر همین تجربه خیلی خوبی داشتم و همه درس‌ها و مطالبی که اون موقع یاد گرفتم الان مو به مو تو ذهنم هست، چون اون موقع خیلی با علاقه پیگیری می‌کردم. دوران هنرستان که توی هنرستان ما دوباره یه معلم جذابتری داشتیم به نام آقای تاکی که ما یه درسی داشتیم به اسم تحلیل مدار که این درس رو انقدر اینشون خوب و جذاب درس میداد که من خیلی مشتاق تحلیل مدار شدم و یکی از درس‌های اساسی رشته مهندسی برقه. من همیشه مدار الکتریکی 20 میگرفتم، غیر از مدارم بقیه درسام زیر 16 بود. به خاطر این معدلم خیلی جذاب نبود، اما کار عملیم خیلی خوب بود و درس‌های تئوری هم خیلی دنبال نمی‌کردم چون هیچ جذابیتی برام نداشت. تنها چیزی که از ادبیات یادم هست اون مرغ مصطفی و مرغ قاز بود، نمیدونم قاز همسایه بود یا اینجور چیزی، فقط تو ذهنمه. هنرستان که تموم شد وارد دوره کارآموزی شدم. دوره کارآموزی هم بازم با همون دید که قرار من تو این صنعت کار بکنم با جون و دل کار میکردم. یعنی خیلی از بچه‌ها بودن که آچار به دست نمیشدن، دریل دستشون نمیگرفتن چون میخواستن ادامه تحصیل بدن. من اصلا همون موقع با دید اینکه قرار یک مغازه برق ساختمون راه اندازی بکنم، همه فوتوفن برق ساختمون و برق صنعتی رو یاد گرفتم با دید اینکه قراره استاد کار بشم. بعد تو دوران برای کنکورم قرار بود آماده بشیم. من به فیزیک و ریاضی خیلی علاقه داشتم و تنها درسی هم که برای کنکور خوندم فیزیک بود، اونم عصرایی که دیگه کار نداشتیم تو کارآموزی من فیزیک میخوندم و فقط هم با فیزیک فکر کنم قبول شدم، چون فیزیکمون 95% زدم، بقیه رو یادم نمیاد اصلا. به 30% هم فکر کنم نمیرسید. یعنی هر چیزی که حس میکردم علاقه بیشتری دارم بیشتر روش تمرکز میذاشتم و بقیه رو کلا بیخیال میشدم. مثلا عربی، دینی من هیچ وقت برای کنکور نخوندم. دوران کاردانی شروع شد. تو کاردانی هم با یه سری اساتید جدید آشنا شدم و یه سری درس‌های جدید و کم کم با برق ساختمون و سیم پیچی و برق صنعتی فاصله گرفتم و یه درسی ما داشتیم به اسم سیستم‌های قدرت که استادش آقای معرفت بود. این بنده خدا هم انقدر با جون و دل تدریس میکرد که من کلا اون عشقم به برق صنعتی گذاشتم کنار، عاشق عشق دوم یعنی شبکه‌های قدرت شدم. کاردانی که تموم شد وارد کارآموزی دوره کاردانی شدم، رفتم شرکت توزیع برق و ما اونجا 5 نفر بودیم. فقط من رفتم تو عملیات چون عملیات کار داشت، باید کار میکردیم. بقیه مثلا یه نفر رفت تو حسابداری، یه نفر رفت تو شرکت دانشمند که فقط نشسته بودم ساعت میزدم و ساعتشون که تموم شد میرفتم خونه‌شون. من کل عملیات شرکت توزیع رو تو 11 روز زیر و رو کردم. یعنی هر عملیاتی دستورش صادر میشد من اون نفر اول میشستم تو ماشینشون باشون میرفتم، با اینکه خیلی هم بهم قور میزدن که هوا گرمه تو نیا، اما با پررویی تمام باشون میرفتم و از شانس خوبم 2-3 تا اتفاقی که خیلی نادر بود تو شبکه افتاد. حالا یکشو برگرفتگی بگم حالا بعدن شاید اگر مناسب نبود میتونن کاتش کنن ولی نمیشه زیاد. آره یکی از اون یه جایی یه دستور کاری به ما دادن، گفتن که یه تابلوی یه هنرستان جدید تأسیس بود که تابلوی برقش رو باید جابجا می‌کردن. منم به عنوان کارآموز اون دستور کار دستم بود، رفتم اونجا و بچه‌های عملیات داشتن کار می‌کردن. تابلوی چوبی بود که کلیدای روغنی خیلی سنگین روش بود و یه سری سیم هم زیرش آویزون بود. بعد تو جابجایی تابلو از وسط نصف شد و اون نفر عملیات به یکی از این کارگرای افغانی گفت که بیا کمک. این بنده خدا اومد بیاد زیر تابلو رو بگیره، یکی از سیما افتاد کف دستش و وقتی که حالشون بد
سیم کف دست بیفته آره، متوجه سیم وقتی چیه. کف دست میفته مغز حس میکنی، این عضله حس میکنی این یه دستور خیلی سریع از مغزه و دست بسته میشه. سیم لای دستش موند و دستش بسته شد و تا لب مرگ رفت و من پریدم به عنوان یک کارآموز فداکار، سیمو از دستش کشیدم و خدا رو شکر نجات پیدا کرد. اینجور وقتا باید سیمو بکشین، اگر خود طرفو بخواید بگیرین بکشین برق میگیرتتون، پس اینم نکته به خود ایمنی طرف داشته بعد دست باشید. نمیزنین. سیمم عایق داشته دیگه. آره. بعد از 11 روز من دیدم خیلی دیگه چیز خاصی به اضافه نمیکنه، یعنی شرکت توزیع هرچی بالا پایین کردم یا باید با اکسل کار میکرد یا همونجا میشستیم. اون موقع هم اینستا نبود که سرگرم بشیم، حوصله‌مون کلا سر میرفت. بعد پشت اداره برق یه ایستگاهی بود که حالا اگه وقت بشه ساختار صنعت برق هم توضیح بدم که ایستگاه چیه. یه آشنای ما اینجا داشتیم که اتفاقی من دیدم شد، بعد گفت که اینجا چی کار میکنه؟ گفتم کارآموزم. گفت اینجا زیاد به دردت نمیخوره، بیا بریم اون طرف تو ایستگاه. من رفتم روز اول دیدم خیلی جذابه و گفتم اگه بخوام بیام اینجا باید چی کار کنم؟ گفت که نامه دانشگاهت باید عوض کنی و من رفتم خیلی پیگیری کردم، سیریش بار نامه رو گرفتم و بعد از 11 روز از روز 12 رفتم توی پست فشار قوی، پست 63-20 ادامه کارآموزیمو اونجا انجام دادم. اونجا دیگه هیچ کسی رفت آمدم نداشت، فقط محل خواب بود. یعنی اپراتور صبح می اومد تحویل میگرفت، راحت میخوابید. موقعی که میخواست شیفت رو تحویل بده یه استندی داشتن که روش لیست کنتورها بود، دیتای کنتور رو باید مینوشتن. اینا می اومدن مثلا 1% 2% بالا پایین اعداد دیروز رو می نوشتن و تکرار میکردن میرفتن. بعد یه سری بنده خدایی هم تو مثلا تو برق منطقه میشستن، بر اساس این داده ها تحلیل داده انجام میدادن و بعد میدیدن به جایی نمیرسن. دلیل مشکلشون همین بود که دیتای پرت می نوشتن. اونجا من شروع کردم به رفتن به رله ها و ترانس ها و کاتالوگاشون رو ترجمه میکردم. خیلی تجربه جالبی بود، خیلی چیزا یاد گرفتم، انواع و اقسام رله ها، انواع و اقسام CTPT و تجهیزات فشار قوی. سال 87 حالا این خاطرات رسید به سال 87 و نزدیک به میرسید به سال 1403 تو همین قسمت. سال 87 من کنکور کاردانی به کارشناسی داشتم و خیلی هم میلی نداشتم، چون اون موقع سهمیه دولتی 30 نفر کشوری بود و باید میرفتم دانشگاه آزاد و خیلی هم علاقه نداشتم برم و با یه جمله پدرم یه انگیزه گرفتم که من 20 روز قبل از کنکور روزی 18 ساعت درس میخوندم و با همون 20 روز قبول شدم کاردانی به کارشناسی و وارد کارشناسی مهندسی برق قدرت نجف آباد شدم. توی کارشناسی هم یه سری درس‌های جذاب داشتیم که خیلی رو من تاثیرگذار بود و یه سری درس‌ها هم بود که فقط باید پاس می‌کردیم. من طبق معمول تمرکزم گذاشتم رو همون درسایی که حس می‌کردم خیلی به درد بخوره و بعضیاشون رو با زور با 10 پاس می‌شدم، اونایی که حس می‌کردم به دردم نمی‌خوره بعضیش هم پاس نمی‌شد، واقعا ترم بعد پاس می‌کردم. همه غیبت‌های 3/16 هم بلا استثنا من استفاده می‌کردم. 3/16 هم یا مثلا 6/16 هم شده؟ تا چون من خودم تا 6/16 هم غیبت باید داشتم. شهریه میدادیم، شهریه دانشگاه آزاد بود. آره حیف بود. حیف. تا اینکه سال 88 یه پروژه بهسازی توی یه پست 230 شکل گرفت و من رفتم اونجا به عنوان سرپرست کارگاه. اما هم از روز اول آچار گرفتم دستم و از استراکچر بستن و پیچ‌های 50 و 60 شروع کردم به کار تا سوار کردن استراکچرات، بعد کاب کشی، راه اندازی، تست راه اندازی ترانس. همه این کارا رو خودم به صورت عملی با همه اون بچه‌هایی که اسمن کارگر بودن با هم کار کردیم و این تجربه خیلی خوبی شد و من یه گزارش کارآموزی نوشتم برای ترم بعد
که با همین گزارش کارآموزی من 3 تا درس 20 گرفتم. بس همون مرور خاطراتی که توی پست داشتم، یک طراحی پست بود، یکی طراحی خط و یکم خود کارآموزی بود که با همین یه گزارش من 3 تا 20 گرفتم ازش. اونجا هم خیلی بهینه و به صرفه عمل کردیم با یه گزارش. آره 3 تا 20. کلا دیدم بهینه سازی بود. این اینجا خیلی. به دردم خورد. بعد از دوره کارشناسی رفتم خدمت مقدس سربازی و البته تو گیوم مقدس، چون واقعا یه اصطلاحی که با همه رو داره تباه میکنه یا کرده و اونایی که در واقع تونستن سربازی رو بپیچونن به نظر من خیلی هنر کردن. حسادت نکنیم دیگه. آره هم حسادت نکنیم. جلو خودمو نمیتونم بگیرم همیشه. خب دوران سربازی هم من افسر قرارگاه بودم و اسرا آزاد بودم. اسرا با یکی از بچه‌هایی که شرکت داشت روی یکی از پروژه‌های GIS شرکت توزیع کار می‌کردیم. یعنی صبح ساعت 7 میرفتم سربازی، 2:30 میرفتم سر کار تا 9 شب. و اونجا با این تیم که قبلا من میشناختمش، اما خیلی سال بود این دوستمو نمیشناختمش، آشنا شدم تا اینکه سربازیم تموم شد و با هم یه جورایی به صورت مشارکتی اون شرکت رو باش ادامه کار دادیم. اون موقع یه ایده‌ای داشتیم ما برای نرم افزار قیمت دهی بهینه برای نیروگاه‌های برق که بعدها فهمیدم چقدر سنگ بزرگی ما برداشتیم و اون نیروگاه‌هایی که ما 2 نفری 2 تا جوون میرفتیم پرزنت می‌کردیم و تحویلمون نمی‌گرفتن، بعدها فهمیدم که چقدر حق داشتن. مثلا به قیافمون نمیخورد چنین ادعایی داشته باشیم. اون موقع بازار برق تازه داشت شکل می‌گرفت. بازار برق یعنی اینکه شرکت‌های توزیع و کلاً بازیگران صنعت برق باید انرژیشون رو از طریق بورس انرژی خریداری بکنن. شرکت توزیع بره برای مشترکین زیر مجموعه‌اش برق مورد نیازشون رو با قیمت‌های مختلف بخره و تقسیم کنه و قبض صادر کنه و گردش مالی شکل بگیره. اون موقع اینجا اون جاییه که نقطه‌ایه که شما به سمت نرم افزار و دیتا نقطه عطف. من بزرگترین نقطه عطف که میتونم تو زندگیم اسم ببرم آشنایی با اون آقای میثم انصاری بود که از همینجا براش آرزوی سلامتی دارم. و کلاً 2 سال من باش همکار بودم اما انقلاب بزرگی تو زندگی من شکل گرفت از نحوه کارکردش و امید و قدرت و جسارتی که داشت. یه قدرت متقاعدسازی عجیبی داشت که من همچنان تو کسی ندیدمش. یعنی هیچ کسی جلودارش نبود و هر چیزی رو اراده میکرد طرف و هر جور شده متقاعدش میکرد. این خیلی تاثیرگذار بود تو زندگی من. بعد از این که گفتین سال چند بود؟ سال 92 92 ما پروژه GIS رو تحویلش دادیم و داشتیم دنبال نیروگاهی میگشتیم مخش رو بزنیم به صورت پایلوت. اون نرم افزاری که ما اون نرم افزار رو موقع ما با مطلب نوشته بودیم و فکر اونجا صورت مسئله کار شاقی کردیم. صورت مسئله این بود که کورش خیلی کار بزرگی بود. نیروگاه‌های برق نیروگاه‌های برق خورشیدی نیاز داشتن که دقیقاً چه پارامتری رو ازش اطلاع داشته باشن یا ببین حالا یه توضیح در مورد ساختار صنعت برق اگه بدم. نیروگاه‌ها برقشون رو تولید میکنن و به واسطه یه سری ترانس افزاینده به خاطر مباحث کاهش تلفات وقتی تو مسافت طولانی بخواد برق منتقل بشه هر چقدر جریان بره بالا تلفات هم قاعدتا میره بالا. به خاطر همین میان برای اینکه یک مثلا سطح انرژی ثابتی رو بتونن انتقال بدن میان سطح ولتاژ رو میبرن بالا که آمپر بیاد پایین که تلفات بیاد پایین. بعد ساختار برق اینجوریه که ساختار شبکه برق اینجوریه که برای مسافت‌های طولانی از سطح ولتاژهای بالاتری استفاده میشه. به خاطر همین چیزی که مثلا 63 کیلوولت یعنی 63 هزار ولت ما الان برقی که تو پریزامون داریم 220 ولته ولی برقی که توی خطوط منتقل میشه چون من دارم از چهره بچه‌ها میخونم که یه مقدار علامت سوالی علامت تعجب شده 63 هزار ولت یا 20 هزار ولت در واقع رو خطوط انتقال یه همچین ولتاژهایی وجود داره و خطرش اصلا
ناشی از همینه که ولتاژ بسیار بالاست ولی جریانش میاد پایین و افتش میاد پایین. ولی پیشنهاد میکنم این قسمت‌های فنیشو یه خورده خلاصه تر بریم جلو تا برسیم به بخش در واقع جذاب و دلنشین نرم افزار. من اینا حساب کردم 45 دقیقه نه اصلا نگرانش نباش. اینجوری که من شما رو شناختم و همین تا همین لحظات هم دیگران تونستن تشخیص بدن اینه که بسیار خوش صحبت هستین و اولین باره اصلا نگران پر کردن زمان ما نباشه. حالا بذار تمومش کنم. نه خواهش می‌کنم ببخشید. ولتاژ رو نیروگاه وقتی تولیدش رو انجام داد میبره رو 400 مثلا 400 کیلومتر 500 کیلومتر میره، نرسیده به شهر ولتاژ دوباره میارن پایین که قابل استفاده بشه. مسافت‌های کوتاه انتقال رو با 230، مسافت‌های خیلی طولانی با 400 کیلوولت. بعد بین شهری تقسیم به صورت 63 که بهش میگن فوق توزیع، پشت در هر شهری 63 به 20 همین تیرایی که 3 سیمه رو تیرای 12 متری تو شهر می‌بینیم چرخیده. اینا خیلی خطرناکه، حواستون باشه. مورد داشتیم طرف جفت دستاش به خاطر یه لوله که رفته تو حوزه همین قطع شده. اینا مواظب باشین، خیلی خطرناکه. این تیر برقا ارتفاعشون بیشتره درسته؟ 12 متری. تیرای 12 متری 20 کیلو ان، تیرای 9 متری 380 ولت ان که تو صنعت بهش میگن 400. حالا برگردیم به بحث بازار برق. نیروگاه‌ها انرژیشون رو تولید میکنن و میریزن روی شبکه‌ای که تو کل کشور رینگه و به هم متصله. از این طرف شرکت‌های توزیع یه سری کنتور دارن تو هر سطحی، تو هر نودی که سطح ولتاژ داره جابجا میشه. مثلا 63 به 20 تو ورودیش یه کنتور داره، تو خروجیش یه کنتور. و مصرف مثلا شرکت توزیع استان اصفهان بر اساس همین کنتورها محاسبه میشه. شرکت توزیع بر اساس همین محاسبات باید بره انرژیشو از بورس بخره و وقتی خریدش انجام داد میاد بین مشترکینش تقسیم میکنه و خدمات مشترکی میاد قبض برق صادر میکنه و یه سری آیتمایی مثل ارزش افزوده و فلان و حق ترانزیت و اینا رو بهش اضافه میکنه و پول از مشترک میگیره تا بتونه سرویس خوبی بهشون بده. یعنی علاوه بر اون کنتورایی که در واقع مصرف کننده میبینه و دم در خونه هامون هست، یه سری کنتور هست که اینا داده های کلان شبکه توزیع رو اونا اندازه گیری میکنه و این اطلاعاتی است که امروز در واقع پردازشش و تحلیلش و نتیجه گیری از روی اونها به دوش شما هست تو شرکت های توزیع. سال 92 ما دیدیم اون سنگ بزرگی که برداشتیم و زورمون بهش نمیرسه و خیلی اتفاقی قرارداد ما دیدیم، قرارداد طراحی و توسعه نرم افزار جامع بازار برق. گفتیم خب با این نرم افزار دستگرمی شروع کنیم تا بعد بریم سراغ ایده اصلی. ما با همون قدرت متقاعدسازی دوستم آقای انصاری رفتیم و بدون هیچ اطلاعی از صنعت نرم افزار 2 نفر تحصیل کرده برقی رفتیم اون قرارداد رو بستیم. با هر بلوف و هر چیزی بود قرارداد رو بستیم و ما داشتیم فکر می‌کردیم خب این قرارداد چجوری انجامش بدیم. حالا قرارداد هم گرفتیم. ما تقریباً 15 تا 20 نفر دعوت به مصاحبه کردیم و اینقدر هم ناشی بودیم که کل داستان رو روز اول تو مصاحبه تعریف کردیم و کسی زیر بار توسعهش نرفت از بچهای نرم افزار. یعنی ترسناک بود صورت مسئله. ما ترسناک تعریفش کردیم. کل داستان یه باره ریختیم رو میز و دیدیم خب تایمو داریم از دست میدیم. ما 2 ماه از قراردادمون گذشته بود، نامه گزارش پیشرفت اومده بود و ما همچنان داشتیم سرچ میکردیم و قبلش تصمیم گرفتیم که خودمون دیولپ بکنیم. ما قبلا مثلا یه تریکی توی دبیرستان داشتیم که کتابو نصف می‌کردیم، یه نفر نصف اولو می‌خوند، یه نفر نصف دومو، بعد کنار هم می‌شستیم و دقیقاً همون تریکو اینجا زدیم و نرم افزار به 2 قسمت تقسیم کردیم، دیتابیس و اپش و من اپش رو برداشتم، آقای انصاری هم دیتابیسش رو و بعد از 2 ماه که ما قرار بود نامه گزارش پیشرفت بدیم هنوز سرچ می‌کردیم C# بهتر است یا VB مثلا. خب C#، الان وب فرم بهتر است یا MVC. بعد اینا رو انتخاب کردیم، به هر مکافاتی بود
نرم افزار رو تونستیم جمعش بکنیم، اما الان که خودم یادم میفته و ما چی رو بردیم با اعتماد به نفس کامل اونجا پرزنت کردیم، همین الان عرق سرد. نه تنها شما نمی‌شینه. بلکه دوستان دیولپر جمع هم من دارم میبینم که دارن رنگ و روشون عوض میشه از این جسارتی که داشتین و همیشه حرکت‌های بزرگی از یک پرشی در تاریکی شروع میشه دیگه، چاره‌ای جلسه اول نبوده و پرزنت نیست. یادمه ما 3 نفر بودیم، من بودم و میثم و خانومش، ستایی داشتیم میرفتیم خیلی خوشحال و خندان که بریم جلسه پرزنت نسخه اول. رسیدیم اونجا دم شرکت توزیع دیدم میثم به خانومش گفت لپتاپ آوردی؟ اون گفت نه مگه خودت نیاوردی؟ بعد دعواشون شد، فهمیدیم که لپتاپی که ما قرار باش پرزنت انجام بدیم پشت در خونهشون جا گذاشته بودن و دست خالی ما رفتیم پرزنت کردیم و خیلی هم خوشحال برگشتیم. یعنی این قدرت متقاعدسازی اونجا هم به داد ما رسید و روی برگه نرم افزار ما پرزنت کردیم و همونجا دوباره برای هفته بعدش هم یه جلسه تنظیم کردیم، برگشتیم پرزنت کردیم و یه چیز درب و داغونی ما تحویل دادیم، اما کم کم هیچ وقت ولش نمی‌کردیم. ما هر روز در حال توسعه بودیم، چون هر روز در حال یادگیری بودیم. 2 بار کاری، 3 بار کاری، 4 بار کاری انجام دادیم تا یاد گرفتیم. و این سال 93 بود 93 دیگه به تحویل رسید. به تحویل رسید. قرارداد 93 بستین، میخوام 92 تایملاین قرارداد بستیم، 93 تحویل دادیم. یعنی ما رو تایم تحویل دادیم، اما اون چیزی که باید تحویل میدادیم نه دیگه قطعا. یعنی من یادم یه صفحه‌ای داشت، یه صفحه تنظیمات داشت، 8 9 تا اسکرول تو هم بود. یعنی باید یه نفر اگه می‌خواست یه چیزی ادیت کنه رو برگه براش آدرس می‌نوشت، اول اسکرول اول بیا پایین، بعد اینو برو چپ، بعدی برو پایین. یه چیز در و داغونی بود. یو ایکس هنوز اون موقع اختراع نشده بود نه. یو ایکس هم اختراع میشه از پس ما. حالا سورس‌هاش موجود هست، اگه کسی خواست بخنده بیاد که سورس‌ها رو نشونش بدم. مثلا ما کد اسکیول پشت پیج زدیم، تو پیج لود مثلا کد اسکیول نوشته بودیم. خوراک اسکیول اینجکشن و هک و خوراک همه چی اون فقط داشت کار می‌کرد. همه آسیب پذیری‌ها. یوزر پسش هم استاتیک بود. یه ایف گذاشته بود اگر یوزر مساوی با فلان. این یعنی همون اتنتیکیت هم ما بلد نبودیم اون موقع. اگه مثلا طرف میگفت چنج پسورد نیاز داریم، باید به خودمون میگفت یه پابلیش میذاشتیم بالا با پسورد جدیدش. در این حد در بود اون. تا اینکه برای اون موقع ما توی، حالا اینم بگم که کلاسیکارم یکم حفظ بشه، ما همون موقع با همون نرم افزار درب و داغون دانش بنیانی هم گرفتیم. یعنی قدرت متقاعدسازی بازم به کار اومد و یه سری جا آمریکا. ایشون عاقبت بخیر. نه منم گوش به حرفش ایشون ندادم. متاسفانه در غربت هستن و این آره اونجا اینجا ارشد بازار برق داشت، خیلی هم با بچهای بازار برق ارتباط خیلی خوبی داشت، همه اساتیدشون مدیرای مدیریت شبکه بودند و خیلی راحت میتونست پروژه بگیره. اما انقدر شرکت توزیع اذیت کرد روی پول دادن و تاییدیه‌شون، البته خب الان میفهمم که حق داشتن، اون نرم افزار به این راحتی ها نمیشد تایید کرد و کلا دلخور شد و از ایران رفت و اونجا هم دکتراشو گرفت، الان داره کار میکنه، خیلی هم راضیه. باره آدم عجیب غریبی بود، خیلی عجیب غریب، من ندیدم مثلشو واقعا. یه جلسه انتقال تجربه توی شهرک بود، شهرک علم تحقیقاتی. من یه عادت دارم اگه توی جمعی توی گفتگویی یه جمله‌ای به دلم بشینه کلا کور و کر میشم، یعنی دیگه هیچی نمیشنوم، فقط به همون یه جمله فکر میکنم. اونجا یه آقای اکبری بود، یه شرکتی بود اسم شرکتش یادم نمیاد، اما برای حساب داشتن کار میکردن، قطعه سازی کار میکردن. یه جمله‌ای میگفت، یعنی توی روند تعریف سختیایی که کشیده بود تعریف کرد، میگفت که من 6 سال فقط عاشورا و تاسوعا کار نکردم. من این جمله خیلی به دلم نشست و دیگه هیچی نفهمیدم چی گفت بقیه‌شو. من فقط همین یه جمله خیلی تو ذهنم خوب نشست و همون خوب نشستن همون بلا رو سر من آورد. من 10 سال تقریبا عاشورا و تاسوعاش هم کار کردم، یعنی تا جایی که سالهای آخرش اینجا بود که عاشورا تاسوعا
تعطیل نمیشد من اینجا می اومدم سر کار. و بعدها که داشتم بهش فکر میکردم گفتم اون جذابیت اون جمله این بلا رو سر من آورده، این ناخودآگاه من کشون به این سمت که من حتی عاشورا و تاسوعا هم میتونم کار بکنم، این پس تعطیلی وجود نداره. در واقع اینجا آبی سفید جایی که ما بهش احساس تعلق داریم اصلا شعارش هست حس خوب کار کردن. و یه شعری هم هست که میگه خواب را بر کوه کن تصویر شیرین تلخ کرد، کار چون شیرین شود خود کارفرما می شود. اینه که شما کارفرماتو عوض کردی، درسته؟ کار شد کارفرمای شما چون براتون شیرین بود. من تو زندگیم هر تصمیمی گرفتم خیلی با عقل جور در نمیومد، یعنی همیشه سعی کردم دلم خوش باشه. اگه درس میخونم اون چیزی که دوست دارم انجامش بدم، اگه کار میکنم اون کاری که دوست دارم انجام بدم. خیلی کارا به من پیشنهاد شد که درآمدش از لحاظ مالی خیلی بهتر بود اما دوستش نداشتم و نرفتم سراغش. و هیچ وقتم از این استراتژی من پشیمون نشدم، چون همیشه دلم خوش بود که کاری که دوست داشتم انجام دادم، یا هر کاری که انجام دادم و با میل و رغبت انجامش دادم. خب اون حرکتی هم که شما زدین که در واقع از حوزه سخت برقدرت به سمت نرم افزار و پایگاه داده و تحلیل داده و اینها برین، حقیقتا انگیزه بزرگی میطلبیده. یعنی این کار سختیه، چون یک کوچولوش رو شاید خودم چشیده باشم، این موضوع تغییر در واقع حوزه کاری رو کاملا درکتون میکنم. و اتفاقا خیلی مایلیم از اینکه برای اینکه بدونیم چی تو این سالها شما رو حفظ کرد، چی انگیزه بهتون داد، چه بازخوردی از کارتون گرفتید، که یعنی تأثیرش رو کجا دیدید، اون خیری که میتونست یا منفعتی که برای جمع داشت رو چی میدیدین که احتمالاً بهتون اجازه داد که این همه سال و این همه سختی رو پشت سر بذارید. این سختی ها رو حالا من به خنده تعریف میکنم اما اشک‌گذاری هم زیاد داشت پشتش، خیلی سخت بود. من مثلا سال 92 که مهندسی برق رو کلا رها کردم، حالا درسته تو صنعت برق داشتیم رو نرم افزار کار میکردم اما عملا هیچ کار برقی انجام نمیدادم، فقط داشتم نرم افزار یاد میگرفتم. و تو 2-3 سالی که نرم افزار یاد میگرفتم به صورت شبانه روزی، داشتم از برق فاصله میگرفتم و 94 ما یه سری اختلافاتی بین ما افتاد به خاطر اون فشاری که شرکت توزیع به ما آورد و هدفهایی که گذاشته بودیم بهش نرسیدیم. خب خیلی تحت فشار بودیم و از هم جدا شدیم، از آقای انصاری ما از هم جدا شدیم. بعد که جدا شدم گفتم خب من الان 2 سال، من مدرکم اون موقع خیلی مدرک مهم بود از دید بقیه. من مثلا تحصیلاتم رشته برق، رفتم نرم افزار، الان باید اگه بخوام برم توی شرکت نرم افزاری باید برم رزومه نرم افزاری داشته باشم و کسی از من قبول نمیکنه. بعد با خودم همینجوری داشتم کلنجار میرفتم، 1-2 ماه طول کشید و شروع کردم با یکم اعتماد به نفسم رو ترمیم کردم و با اعتماد به نفس کامل اومدم یه رزومه نرم افزاری برای خودم درست کردم، شروع کردم به فرستادن. توی یکی از شرکت‌های اون موقع شرکت‌های قدر بوده، خیلی هم بزرگ بود، من با همون چیزایی که از میثم یاد گرفته بودم رفتم تو جلسه مصاحبه متقاعدشون کردم و گفتن از هفته بعد بیاین سر کار. رفتم، فقط هم دیدم این بود که از شرکت‌های نرم افزاری و روال توسعه نرم افزار سر در بیارم، چون من خودم از سرچ شروع کرده بودم، همه چی مندراری بود، یه چیزایی به هم چسبوندیم، خروجی شد نرم افزار، اما خب اصلا رو اصول نبود. تو اون شرکت من رفتم و هدفم این بود که فقط از فوتوفن توسعه نرم افزار سر در بیارم. یه سری ویدیو، یه پورتال سازمانی بود که به صورت داینامیک پورتال ایجاد می‌کرد، مثلا استانداردها، تشخیص مصلحت و جای حساس از این پورتال استفاده می‌کردن. یه سری ویدیو به من دادن که اینا رو اول ویدیو رو ببین، بعد که آشنا شدی بریم دسترسی به کد هم بهت میدیم و شروع می‌کنیم به کار. من جوری با اشتیاق داشتم 2 روز یا 3 روز فول تایم من هدست رو گوشم بود و داشتم فقط ویدیو می‌دیدم. روز سوم ارشد تیم اومد زد رو شونه گفت خسته نشدی؟ چیکار داری می‌کنی با خودت؟ اصلا متوجه گذر زمان نشدم، انقدر انگیزه داشتم که سریعتر کار یاد بگیرم، چون اصلا کارمندی من دوست نداشتم اونجا موندگار بشم، فقط دوست داشتم یاد بگیرم و
بزنم بیرون. 2 ماه اونجا کار کردم و همه فرایندشون رو زیر و رو کردم، امنیت و زیرساخت و نصب و استقرار و به یه جایی که رسیدم حس کردم دیگه کافیه، استفاده دادم اومدم بیرون. بعد خب من متأهل بودم، نمیشد الان تو خونه با این شکست قبلی نمیشد بگم اینجا اومدم بیرون، خیلی بد میشد. من 6 ماه میرفتم کتابخونه، یه مودم موبیل نت داشتم، 6 ماه میرفتم تو کتابخونه، صبح به صبح مثل یه کارمند غذا برمی داشتم، به خانمم میگفتم میرم سر کار، اما میرفتم تو کتابخونه رو پروژه خودم کار میکردم. و تو این 6 ماه مثلا خانمم میگفت کار داری، من میگفتم باید اجازه بدین مرخصی بگیرم، خیلی همه چی و حواسم بود و مرخصی میگرفتم ساعتی، اگه کار تمام میشد من سریع پیادهش میکردم میرفتم سر کار، میرفتم تو کتابخونه. الان این ویدیو رو دیگه خانمتون میتونن ببینن دیگه. آره نه 2-3 سال پیش اومدم یه خودی نشون بدم، گفتم فلان سال بود که بهت گفتم تو مثلا 6-7 ماه تو اون شرکت بودم، من 2 ماه بیشتر تو اون شرکت نبودم و این خودشیرینی من باعث شد 3 روز با من حرف نزنه. اون موقع فکر کردم دیگه الان اطلاعات سوخته است راحت میتونم بگم و یه خودی نشون بدم، بعد دیدم نه، حالا باید میذاشتم زمان بگذره. اون پروژه‌ای که تو کتابخونه انجام شدم تا سالها برای من درآمد داشت، درآمد پشتیبانی داشت، کارش هم مدیریت تولید بود، مثلا کارگاه‌ها یا کارخونه‌های تولید تجهیزات الکترونیکی بود که از خرید قطعه ثبت ماژولاشون، مثلا یه قطعه رو، یه دستگاه رو به ماژولای مختلف تقسیم کرده بودیم و قطعات مورد نیازش و انبارداری و پیش بینی قیمت و همه اینا رو من به صورت فعل‌بداهه البته کد زدم، چون هیچ علمی از انبارداری اینا نداشتم و اون پروژه هم به ثمر رسید خدا رو شکر. و همچنان من دو دل بودم بین نرم افزار و برق که الان کدومش رو انتخاب کنم و دوست نداشتم یه کار سرسری انجام بدم، دوست داشتم یکیش رو با جون و دل انتخاب کنم و فقط بچسبم به هم. تا اینکه یکی از دوستان یک شرکت مشاوری داشت، شرکت توزیع استان خوزستان، یه قرارداد مشاوره گرفت، بعد پیشنهاد داد که میای خوزستان. منم موقع خب یکمی تحت فشار مالی بودم، با جون و دل پذیرفتم و رفتم اونجا، شدم ناظر عالی طراحی استان خوزستان، شرکت توزیع استان خوزستان. تقریبا یه سالی هم اونجا بودم و خاطرات جذاب و شیرینی هم اونجا داشتیم. روز اولی که ما رفتم خوزستان، شبکه رو که دیدم انصافاً اشک ریختم به حال خوزستانی که منبع درآمد اصلی این کشوره و وضعیت شبکه برقش اینجوری بود. روز اول من دیدم مثلا شاخ در آوردم، تیر چوبی 12 متری بود که تاج تیر سوخته بود، به جایی که تاج سیم و بالا نگه داره، سیم تاج نگه داشته بود چون تاج سوخته بود و آویزون بود. همه تجهیزاتشون درب و داغون، یعنی به اندازه، حالا عدد نمیگم، چند سال کار داشت، خیلی جای کار داشت و انصافا من روز اول اشک ریختم به حال این شبکه و مردم خوزستان که با این مشقت داشتن زندگی میکردن. حالا اون چیزی که ما احتمالاً از خوزستان تو ذهنمون هست مثلا شهرهای اهواز و آبادان و خرمشهر، اما من تو روستاهای مختلف، یعنی آخرین نقطه‌ای که برق تیر برق رفته بود، من رفتم تو یه روستاهای سمت شادگان، اونجا زندگی اسفبار بود. و یه جایی مثلا خودکارم تموم شد، داشتم طراحی می‌کردم، خودکارم تموم شد، انداختم توی نهر، یکی از بچه‌ها پرید تو همون نهر، خودکاری که تموم شده رو برداشته بود به عنوان اسباب بازی ازش استفاده می‌کرد. اما مثلا دفعه بعد که رفتم اونجا یه بسته خودکار گرفتیم بینشون تقسیم کردیم برای بچه‌ها. اون پروژه‌ای که مدیریت تولید کارگاه بود و من همزمان مثلا صبح میرفتم سر کار، طراحی و نظارت تو شهرهای مختلف خوزستان و عصر که می اومدم خونه دوباره رو همون نرم افزار کار میکردم، تا اینکه یکی از بچه‌ها یه وایسی از یک جلسه‌ای که با وزارت ارتباطات داشت، یه شرکت خصوصی بود که با وزارت ارتباطات جلسه داشتن، اون جلسه رو وایسش رو برای من فرستاد
و تو اون جلسه یه حرفایی از صنعت نرم افزار زده شد که من کلا قید برق رو زدم، یعنی کار به عنوان مهندس برق رو. و اون شب من اون وایس رو 3 بار گوش دادم و تا صبح نخوابیدم، فقط داشتم راه میرفتم، اینقدر این وایس جذاب بود. و این چه سالی بود؟ این سال 95. 95. و این نقطه عطف دوم میشه، یعنی باز تغییر مسیر جدی‌تر به سمت این سری با جون و دل با تمام قوا برگشتم سمت نرم افزار. و خودت چه توصیفی داری از اون درکی یا از اون تحولی که برات اتفاق افتاد؟ چی در نظرت عوض شد؟ یعنی احساس کردی چی مهمتره؟ مثل الان نبود، شاید من خیلی اطلاعاتی نداشتم یا من خیلی اهل سرچ نبودم. دید شفافی از صنعت نرم افزار و آینده نرم افزار نداشتم. خب یه ارق عجیبی هم من به برق داشتم، همچنان هم من مثلا دکل تو خیابونا میبینم وای مثلا نگاهش میکنم، ذوقشو میکنم، اون ارقه رو دارم. و چون هم ارق داشتم هم از صنعت نرم افزار دید شفافی نداشتم، شک عجیبی داشتم که الان اینو بچسبم که تحصیل کردم یا اینو نرم افزار بچسبم که توش تجربه دارم. و بر اساس همون وایس من فرداش استعفا دادم از اون شرکت، از اون کار خوزستان. آره، از اون کار طراح ناظر عالی شرکت توزیع استعفا دادم، اومدم اصفهان و به محض ورود فردا صبحش من اقدام کردم برای ثبت شرکت. تیم بستم، تیمی که با هم کار میکردیم و ثبت شرکت هم تقریبا 1 ماهی طول کشید و 25/12/95 شرکت ما تأسیس شد. 1 ماه هم درگیر اسم بودیم، هرچی اسم ما میفرستادیم هی رد میشد. من 2 کلمه یکتا و سپهر رو خیلی دوست داشتم از قدیم الایام و دیدم هر اسمی میفرستم با این ترکیب رد میشه. این 2 رو گذاشتم، بعد هر بار که میفرستادم یه 10 تا یا 20 تا اسم بود، هر چی به ذهنم میرسید پشتش میذاشتم میفرستادم و علیرغم میل باطلیم یکتا سپهر آسیا تایید شد و اصلا که دوستش خب نداشتم. خیلی الان البته بین اسم شرکت ها اسم با مسماییه، چون اسم بعضن دیگه خیلی داره عجب غریب اون میشه. موقع مثلا اگه میگفتیم مثلا اصفهان، طرف حس میکرد که داری تو اصفهان مثلا آمال و آرزوات تو اصفهان. بعد ما میگفتم خب اگه یه نفر گفت یکتا سپهر آسیا، طرف فکر میکنه من الان ادعا دارم مثلا تو کل آسیا میخوام کار بکنم. و دیدم اسمشو اون موقع ترکیبشو دوست نداشتم، اومدم مخفف توش در بیارم، دیدم یکسا کلمه قشنگه و با این مخففه تونستم اون اسم رو تحمل کنم. بعدها خیلی ارق پیدا کردم به این شرکت و به این اسم تجاری یکسا، مخفف 3 تا شد یکسا. تو این شرکت الان ارائه دهنده چه نرم افزار یا سرویسی هست؟ و شروع کار ما با یعنی یه دستگرمی تو ماه اول بود فکر کنم، بعد از تأسیس شرکت تو ماه اولی قرارداد با مخابرات استان بستیم و نمایندگی فروش اینترنت گرفتیم ازشون. برای آب باریکه دیگه، درسته؟ آره، هم برای رزومه بود هم برای آب باریکه که از همش واجب تر بود. درست. چون پشتوانه مالی من هیچی نداشتم، 0 و دوستم نداشتم از کسی حمایتی بگیرم و خیلی کله شب بودم تو این چیزا. قرارداد اول گرفتیم و 2-3 ماه من داشتم میرفتم مخابرات، اونجا هم بلوف زدیم که ما تیم داریم دیگه، حالا ان شاءالله که این ویدیو به دست مخابرات نرسه چون همچنان قرارداد داریم ما. این تیکشو بسونن دوستان بعد. آره. صبح تلفن جواب میدادم، مثلا ساعت 9-10 لپتاپ برمی داشتم میرفتم ساختمون مخابرات، با فناوریشون کلنجار میرفتم که من وب سرویس میخوام. اونا میگفتن نه نداریم و نمیشه و فلان و وسط حرفای ما میگفت خب خسته شدم میخوام برم جلسه. گفتم خب تو برو جلسه. کارشناس فناوری میرفت جلسه، من میرفتم تو نمازخونه مخابرات شروع کردم به دیولپ اون CRMی که قراره وب سرویسشو بگیریم. جلو من داشتم دیولپ میکردم. یه 2 هفته‌ای فکر کنم من همینجوری رفتم و اومدم تا وب سرویس رو گرفتم. وب سرویس رو که گرفتیم دیدیم اصلا اینجوری با این وب سرویس نمیشه هیچ کاری کرد، فقط یه سری متد شارژ داره و
بعد همه ساختار یک فروشگاه آنلاین رو من خودم سمت اپ خودمون نوشتیم، بعد با اون وب سرویس یه جوری نوشتم که خودشون باورشون نمیشد با اون وب سرویس من تونستم مثلا فروشگاه آنلاین راه اندازی کنم. با همون وب سرویس درب و داغون من 3 تا پلتفرم بالا آوردم. یکی CRM نمایندگان بود که اون موقع تقریبا 300 نفر نماینده زیر مجموعه داشتیم. یک اپ موبایل 2020 بود که مخابراتی خودشون هم باورشون نمیشد این اپ ما باشه. و یه دونه هم سایت فروش آنلاین بود که 2020tce.ir بود که ما یه موقعی که قرارداد بستیم 2-3 تا شرکت بودن که تعهدشون رو 20,000 گرفتن. من گفتم نه این 20,000 برای ما سنگینه، ما این محک 2,000 تایی میریم، اگه موفق شدیم افزایشش میدیم. 2,000 پورت ما به واسطه همون وب سرویس و اون نمایندگان تو 3 ماه تعهدمون رو تکمیل کردیم و رفتیم سراغ تعهد 20,000 تایی و کاش نمیرفتیم. اون تعهد 20,000 تایی باعث بدبینی و چوبلا چرخ ما گذاشتن شد و دردسرای خودش که اون خودش یه جلسه مفصل داره، سرگذشت من در مخابرات. حالا اگر بخوایم بحث رو ببریم بیشتر به سمت توسعه نرم افزار و چالش‌هایی که صنعت، یعنی صنعت خارج از حالا مارکتینگ یا ریتیل، خرده فروشی اینها، کسانی که با نرم افزارهای دیتا سر و کار دارن، ببریمش بحث رو به این سمت. فکر میکنین که در واقع چی شد که این چالش به دوش شما گذاشته شد و اون دید مهندسی برقتون که قشنگ پیداست که یه الگوریتم حل مسئله دارین، حالا یا رو برق اعمالش بکنین یا رو نرم افزار اعمالش بکنین یا رو فروش یا هر چیز دیگری، چی شد که این چالش رو خودتون رفتین زیر بارش و تجربه‌ای اگر از نحوه پشت سر گذاشتنش دارین که برای دوستان ما میتونه ارزشمند باشه اونو تعریف کنید. توی مهندسی برق چند تا درس اساسی وجود داره که یکیش که اصلی ترین درس تحلیل مداره. شما یک مدار خیلی پیچیده رو میتونید بشکنیدش به مدارهای کوچیک کوچیک، تحلیلش بکنید، بذارینش کنار هم، آروم آروم کل مسئله رو حلش بکنید. این درس تحلیل مدار تو زندگی کاری و زندگی شخصی من خیلی تاثیرگذار بود. من مثلا یه مشکل شخصی هم که داشته باشم با همون سیستم تحلیل مدار میام میشکنمش به زیر مشکلای کوچیکتر، حلشون میکنم، بعد میذارمشون کنار هم، برآیند کلیشون میشه حل اون مسئله. و یه درس دیگه داشتیم به اسم سیگنال اند سیستم که بررسی سیستم ها و سیگنال ها بود. اون درس هم روی من خیلی تاثیرگذار بود که دید مهندسی و ریاضی خیلی خوب داد. مثلا شما یک بلک باکسی اگه داشته باشین یا مثلا با یه شخص برای اولین بار اگر روبرو میشین، برای اینکه بشناسیدش، ما توی اون درس یا تو اون سیستم یه سری پاسخ داشتیم. مثلا پاسخ ضربه، یک موج ضربه بهش میگیم. آره اینو من باش داشتم چجوری بدون اینکه بدونیم توی سیستمی چه میگذره در واقع باش روبرو بشیم و ببینیم که یه جورایی شبیه سازیش میکنیم. مثلا تو روابط شخصی من مثلا یه سری تستای شخصی دارم، حالا که یه نفر رو که مثلا باش آشنا میشم اون تستا رو مثلا همون پاسخ ضربه یه سیگنال بهش میدم ببینم پاسخش چیه، سیگنال بعدی رو میدم، بعد مثلا 4-5 تا سیگنالی که بهش بدم دیگه دستم میاد مثلا طرف شخصیتش چجوریه. حالا اینم شاید یه چیز مندراری باشه که اینجوری روابط شخصی رو بتونی مثلا مدیریت بکنی، اما برای خودم خیلی جذاب و کارا بوده تا واقعا همینطوره که اصولی که دانشمندا باش کار میکنن، منظورم کسانی است که تو یک دانش به خصوصی کار میکنن، این اصول واقعا اصول ثابت و مشترکه و فرقی نمیکنه شما از چه رشته‌ای به این اصول رسیدین، اما این جای دیگه هم قابل اعمال، حالا بسته به نیاز ممکنه در واقع تو حوزه‌های دیگر زندگی هم اعمال بشه. و راجع به صنعت برق، بازار انرژی یا بازار برق و آینده صنعت برق در ایران، چون یه چیزیه که این روزها هممون راجعش نگرانیم که به چه سمت و سوی داریم میریم. زیاد از کسری یا عبارت نچندان صحیح ناترازی داره استفاده میشه. چرا ما مجبوریم به سمت بازار برق بریم و از مکانیزم بازار استفاده کنیم؟
چون یه کوچولو من در واقع با محمد از پیش آشنام و منظورم با جزئیات کارش هست و میدونم که این ابزاری که شما توسعه دادید الان میتونه یه ربطی به زندگی تک تکمون داشته باشه. چیه؟ مکانیزم بازار برق چیه و ما چه خیری میتونیم ازش متصور باشیم؟ یا مشکلاتی که امروز ایران یا 4-5 سال آینده ایران پیش رو داره چیاست و جایگاه شما تو حل اون مسائل فکر میکنین چی خواهد بود؟ صنعت برق تا چند سال پیش کاملا دولتی اداره میشد، اینجوری که دولت هزینه میداد به نیروگاه یا نیروگاهاش فعال بود، گاز میسوزون، برق تولید میکرد، میداد تو شبکه، مصرف کننده هم مصرف میکرد، قبض برق صادر میشد، یه گردش مالی دورهمی داشتن دیگه. این پول قبض میرفت تو حساب دولت، بعد وزیر نیرو اگر عرضه داشت میرفت پول میگرفت برای صنعتش و هزینه میکرد. بعد به خاطر همین چون خیلی دورهمی داشتن کار میکردن کسی به بهره وری و راندمان فکر نمیکرد، به خاطر همین بهره وری صنعت برق ما خیلی پایین بود چون متولی خاصی نداشت و سال 82-3 یه تجدید ساختاری تو صنعت برق شکل گرفت که اومدن گفتن که نیروگاه ها رو خصوصی کنیم، شرکت های توزیع هم خصوصی کنیم، خطوط انتقال که بحثای حاکمیتی داره اینا دولتی بمونه و همچنان هم دولتی هست. و از اون به بعد اومدن یه سری نیروگاه ها رو واگذار کردن به شرکت های خصوصی که اونم درست انجام نشد و با قیمت درستش نیروگاه فروخته نشد و همین خودش الان عواقب اون رو داریم میبینیم. و یک کار عجیب غریبی که سال 89 فکر کنم هولوش سال 89 انجام شد این بود که آقای دکتر احمدی نژاد معروف اومد یه طرحی ارائه داد که بیاد برای که یه رضایت نسبی جلب کنه از مردم، اومدن قیمت برق رو تثبیتش کردن و همین تثبیت باعث نابودی بهترین صنعت کشور شد. از سال 89 تا امسال هر کیلوواتی به مبلغ 106 تومن خریداری میشد. یعنی چند سال؟ 14 سال 14 سال جلوی توسعه صنعت برق گرفته شد به خاطر اینکه مردم راضی باشن و الان هزینه‌شو همون مردم دارن میدن و متخصصین صنعت برق هم خیلی مخالف این بودن اما کسی گوش شنوایی نداشت. و چقدر جالبه که ما همه مسائلمون به یک جایی برمیخوره، اونم مصلحت. شاید یه چیزی که مصلحت زودگذر، در واقع مصلحت که اتفاقاً به اشتباه تشخیص داده شده. حالا یه خورده برنامه زیادی لولش حاکمیتی شد، برش گردونیم به نه ما فنیشو داریم حرف بزنیم، عواقب فنیشو داریم حرف بزنیم. حالا اون که اون روز چرا این تصمیم رو گرفتن ما کاری باش نداریم، عواقبشو داریم میبینیم و داریم در موردش حرف اینو بیشتر راجعش صحبت کنیم که فکر کنیم در آینده از طریق مکانیزم بازار چه جوری ممکنه بازار انرژی و صنعت انرژی ایران الان تو نجات مسئله بودن نجات پیدا کنه. از مسئله بازار برق چیست و چرا شکل گرفت. این سقف گذاشتن باعث تقریبا نابودی صنعت برق شد و اکثر متخصصین که بهترین متخصصین کشور بودن، شما خودتون دیدین دیگه سالهای قبل تاپترین رتبه‌های رشته ریاضی یا برق بودن یا مکانیک و بهترین متخصصا رو ما توی کل دنیا داشتیم. اینو خیلی کشورهای دیگه هم اینو اعلام میکنن که مهندسی برق صنعتی شریف بهترین مهندسای برق دنیا رو تربیت میکنن. واقعا این بلوف نیست و الان شما اگه ببینید توی مثلا استرالیا خیلی از مهندسای برق، یعنی اکثر مهندسای برقی که استرالیایی نیستن ایرانی هستند و خیلی هم قدر دارن کار میکنن. بله این نقل قول از فکر کنم یکی از مدیران دانشگاه استنفورده که میگه بهترین فارغ التحصیل‌های کارشناسی برق رو که ما دیدیم اینها از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده بود. دقیقاً. و این باعث شد همه این متخصصین که الان داریم در موردشون حرف می‌زنیم از ایران برن یا اینجا سرخورده بشن و هیچ کاری نکنن یا از ایران برن که اکثرا رفتن. چند سال پیش که
به قولن ناترازی، اما اسمش ناترازی نیست، کسری یا کسریه، کمبود. تولیده. خیلی شدت گرفت، یعنی کل مجموعه توانیر مجبور شد خاموشی اعمال بکنن. تا قبل از دولت آقای رئیسی خاموشی به صورت شناور بود و هم صنعت خاموش میشد هم مصارف خانگی. آقای رئیسی اومد که از دل مردم در بیاره و دلجویی کنه، اومد گفت که ما برق شما رو قطع نمی کنیم و برق صنعت رو قطع میکنیم. ما سال 99 یه جلسه ای داشتیم، 1400. اون سال اولی که صنعت مجبور شد خاموشی تحمل کنه، یه جلسه توجیهی بود که مدیر عامل سیمان سپاهان بعد از جلسه میگفت که اون موقع فکر کنم سیمان کیلویی کیسه‌ای 60-70 تومن بود، بلند شد گفت که با این اوصاف منتظر هر کیسه‌ای 200,000 تومن باشی. یعنی منظورش این بود که من هیچ دینی ندارم، بیام سرمایه‌مو بخوابونم و بیام خاموشی تحمل بکنم، اما اون سودی که میخوام نبرم، منم قیمتمو میبرم بالا. و باز هم اون دود خاموشی برگشت تو چشم مردمی که در ظاهر خاموشی نمیدیدن، اما تو 6 ماه افزایش همه اجناس رو مشاهده کردن. به خاطر همین مجبور شدن که مجدد بورس انرژی رو راه اندازی کنن. بورس انرژی یه سال 92 راه اندازی شد. اصفهان 30% پایلوت بود، یعنی 30% از حجم انرژیش رو باید تو بورس می‌خرید. مثلا یزد 70%. شرکت‌های مختلف برای اینکه قوانین بازار شکل بگیره اومدن یه درصدی از سهم انرژیاشون رو به صورت پایلوت از بورس خرید کردن تا بورس جا بیفته. بعد که اومدیم جلوتر رسیدیم به خاموشی‌ها، گفتم خب ما فعلا برق نداریم، الان تامین بکنیم دیگه، این بازی بورسمون چیه؟ کلا بورس رو گذاشتن کنار. یعنی یکی از صبر ایوبی که من از خودم نشون دادم همینجا بود که سال یعنی شما موندی تو همون 94 و 5 کلا ماژول بازار برق نرم افزار ما رو باید دیلیت می‌کردیم، چون هیچ کارایی نداشت و ماژول زیرساختی ما که کار مدیریت انرژی انجام میداد فقط داشت کار میکرد، یا ماژول مدیریت احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک. و عملاً بخش بازار برق نرم افزار ما کلاً حذف شد از سال 94 تا 2 سال پیش. بعد که نرم افزار رو آوردیم آبا بخور تا و کم کم داریم میرسیم به اینکه بازار برق داره زنده میشه. اون صبر ایوبه امسال جواب داد و امسال به صورت کاملا ناگهانی از اول اردیبهشت اومدن گفتن شرکت‌ها 100% انرژیشون رو باید تو بورس خریداری کنن و خیلی هم جدی حساباشون شارژ شد بیاین بخریم و ما هم فرصت و غنیمت شمردیم و شروع کردیم به دیولوب سمت اون ماژول بورس و پرزنت برای شرکت‌های مختلف که خدا رو شکر به یه جای خوب داره میرسه. اگه خدا بخواد اتفاق جدیدی نیفته بعد از 10-12 سال صبر داریم به یه جایی میرسیم. برای اینکه هر شرکت توزیع بتونه توی بورس خرید بهینه‌ای انجام بده، اول باید بدونه که مصرفش چقدر و چقدر باید بخره. برای اینکه بدونه مصرفش در آینده چقدره، باید یک اطلاعات دقیق و شسته رفته‌ای از گذشته مصرفش داشته باشه. ما به خاطر همین با حساسیت خیلی زیاد روی دیتای کنتورها کار کردیم، الگوریتم‌های مختلف برای تشخیص خطا، صحت سنجی داده و کارهای مختلف کار با داده رو روش انجام دادیم و به یه داده مطمئن رسیدیم و با استفاده از این داده‌های مطمئن و ماشین لرنینگ داریم روی پیشبینی تقاضا به صورت ساعتی و 15 دقیقه‌ای کار می‌کنیم که هر چقدر شرکت‌های توزیع بتونن تخمین دقیق‌تری از مصرف آیندهشون داشته باشند، حاشیه سود بهتری دارن
چون اگر خریدشون بالاتر از مصرفشون باشه بهش میگن انرژی توزیع نشده. یه انرژی رو میخرند که هیچ مصرف کننده ای نداره و عملا توزیع نمیشه و این میشه ضرر شرکت‌های توزیع. و اگر کمتر از نیاز بخرن، حالا بازار که جدی تر بشه یه بازار سیاهی شکل میگیره که یه نفر قبلا میره یک نمادی رو میخره، یک بسته انرژی رو میخره و به روز مصرف که نزدیک میشد حق فروش داره که اون شرکت توزیعی که کمتر پیش بینی کرده و کمتر از نیازش خرید کرده باید مازاد مصرفش رو باید بره تو بازار سیاه بخره و این دوباره باعث جمع‌تر شدن حاشیه سود شرکت ها میشه. به خاطر همین داشتن یک پیش بینی دقیق خیلی برای شرکت ها حیاتی و ضروری شده. خب ما با توجه به اینکه بسیار بسیار شما شیرین و گیرا صحبت کردین تقریبا به آخر زمان مقرر جلسه رسیدیم، اما برای کسانی که ممکنه از شما بتونن یک توصیه بشنون در اینکه این مسیر رو اگر کسی مشتاق یک مسیر مشابهی هست، یعنی مسیر خلق یک ابزار، یک فناوری، یک چیزی که نیست اما یه نفر احساس کنه باید باشه چون یک خاصیتی داره، اگر توصیه‌ای دارید واسه کسانی که ممکنه در ابتدای مسیر باشن اون رو بفرمایید. ممنون. از توصیه خاصی من خودم رو در حدی نمیدونم که توصیه به کسی بکنم، اما یه سری اتفاقات یا کلیدواژه‌هایی که برای خودم خیلی بولده تو زندگیم میگم شاید مثلا مثمر ثمر باشه. یکی این که من اولا هر انتخابی و اولویت با دلم بود نه با منطق، برعکس اینکه خیلی آدم منطقی ام. یعنی آدم شهودی هست بیشتر. اون چیزی که دوست داشتم انتخاب میکردم، از هیچ چیزی هم نمیترسیدم، یعنی هر چیزی رو که ضرری به خودم، ضرر غیر قابل جبران به خودم و دیگران نمیزد و تستش میکردم. هر چیزی باشه، هر چیزی که حس میکردم برام جذابه تستش میکردم. البته این فکر کنم حاکی از یک کودکی پرشیطنتی هم هست. بخوایم هدفمندترش کنیم تو کار منظورم. و یکی این که من خودم خیلی مشکل داشتم با این قضیه که سوال بپرسم. خیلی حالا شاید به خاطر غرور بود یا کمرویی بود یا هر چیزی از کسی سوال نمیپرسیدم، خودم میرفتم تجربه میکردم و این یه اشتباه بود که خیلی زمان از من گرفت. حالا درسته تو اون مسیری که خودم میرفتم یاد بگیرم خیلی چیزای دیگه یاد میگرفتم، اما زمانو خیلی از دست دادم به خاطر همین که مشاوره نمیگرفتم. اگه مشاوره میگرفتم شاید خیلی سریعتر به نتیجه میرسیدم. و اینکه اگر حس میکنید روزگار خیلی سخت میگذره مطمئن باشید شما تنها نیستید. هممون به سختی داریم پیش میریم، هممون چالش داریم. یه چالشایی داریم که شاید فکر کنیم کسی درکش نمیکنه، اما هممون تو همین گرداب گیریم و به نظر من خیلی سخت نگیریم. این گرداب و سختی ها بعد نتیجهش میبینید یه جوری قوی تر میشیم که بعد لذتش رو میبریم. در واقع میشه چنین برداشتی داشت که اون چیزی که باعث میشه یه نفر سختی رو هم در گذشته هم در آینده بتونه تحمل بکنه همینه که به حرف دلش و اون حوزه کاری که دوست داشته گوش کرده باشه. وگرنه به نظر من این نتیجه گیری از کیس شما کاملا قابل برداشته که تقریبا هر فنی، هر هنری و هر ابزاری که مد نظر من و شماست یه روزی به کارکرد اصلی خودش و به مشتری اصلی خودش میرسه. ولی اگر میخوایم پشیمون نشیم حتما باید یک بهونه خوب داشته باشیم و اون چی از این بهتر که یک کاری برای ما شیرین باشه و بتونیم چندین سال به جز تاسو عاشورا یا با تاسو عاشورا روش وقت بذاریم. جدا از عواقبی که برای خودتون داره یه سری عواقب جذاب دیگه هم داره که اسمش خانواده است. مثلا اگر شما دلی انتخاب کردین و خانواده مخالف مسیر انتخابی شما بود تا سالها اینا ترکش داره. من بعد از چندین سال که کار کردم و به یه جای نسبتاً خوبی رسیدم، فکر کنم پارسال بود یا 2 سال پیش بود که
پدرم یک آگهی استخدامی برای من فوروارد کرد که رفتم خوندم، دیدم کارشناس سوزنبان راهم بود و اولش خیلی سخت گذشت که هنوز منو به رسمیت نمیشناسه، کار منو به رسمیت نمیشناسه و آگهی استخدام سوزنبانی برای من میفرسته. یه 10 دقیقه که گذشت دیدم نه اینم برای من جذابه، این که هنوز دغدغه منو داره و هنوز بلاکم نکرده، خیلی برام جذاب و دلنشین بود. یکی از چیزایی که درست خیلی خیلی من حقیقتا متوجه نشدم چجوری زمان گذشت از این باب که بسیار بسیار مسیر جذاب و پر چالشی رو شما داشتین و اینو با ما به اشتراک گذاشتین. ممنونم از شما بابت این فرصتی که به ما دادین تا بتونیم داستان یکی از اعضای که حالا هر روز شاید همدیگر رو اینجا میبینیم، سلام علیک داریم، ولی کمتر ممکنه دقت کنیم که قصه آدمو پشت این در واقع روزمرگی چیه. خیلی ممنون، فرصت بزرگی به ما دادین و قبول زحمت کردید. لطف کردید. خواهش میکنم، از شما تشکر میکنم، از بچهای دوست داشتنی آبی سفید از کامیونیتی منیجر خوب وقت گذاشتن، از خانم محمودی که بنده رو لایق دونستن و زنده باشید دعوت کردن. متشکر و خدا نگهدارتون. مشتبه قطعش کن.